آیا ایران واقعاً در حال توسعه سلاح پلاسماییه؟ اخیراً شایعاتی در رسانه‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی پخش شده که ادعا می‌کنه یک مقام پنتاگون گفته ایران در حال توسعه فناوری سلاح پلاسما است و ظاهراً شواهدی از تصاویر ماهواره‌ای برای این ادعا وجود داره. این موضوع بحث‌های زیادی به راه انداخته، اما تا به حال هیچ سند رسمی از پنتاگون یا هر نهاد معتبر دیگه‌ای منتشر نشده که این ادعا رو تایید کنه. به علاوه اشاره به استفاده از تصاویر ماهواره ناسا بعیده، چون ناسا یک سازمان غیر نظامیه و معمولاً در امور نظامی دخالت مستقیم نداره. کارشناسان نظامی و سیاسی عمدتاً این ادعا رو بدون مدرک میدونن و اون رو بخشی از فشارهای سیاسی یا جنگ روانی علیه ایران تلقی میکنن. در حال حاضر هیچ شواهد معتبری نشون نمیده که ایران سلاح پلاسمایی عملیاتی داره و این حرفا بیشتر جنبه گمان زنی دارن. با این حال این به این معنا نیست که ایران هیچ توان علمی در زمینه پلاسما نداره. ایران در فیزیک پلاسما سابقه پژوهشی قابل توجهی داره. برای مثال تا سال 2018 از نظر تعداد مقالات علمی در این حوزه رتبه 16 جهان و اول بین کشورهای اسلامی رو داشت و این روند تا امروز هم ادامه داره. پیشرفت‌های ایران در فناوری موشکی و تحقیقات اولیه در زمینه راکتورهای همجوشی هسته‌ای که به پلاسما وابسته هستند نشون میده دانش بومی در این حوزه وجود داره. هرچند این پروژه ها هنوز در مراحل پیشرفته عملیاتی نیستند. با این وجود هیچ مدرکی از تولید یا آزمایش سلاح پلاسمایی توسط ایران وجود نداره و مقامات نظامی ایران هم چنین چیزی رو تایید نکردن. البته اونها همیشه تاکید دارن که توان دفاعی کشور نباید دست کم گرفته بشه و بخش‌هایی از قابلیت‌های نظامی ایران هنوز علنی نشده. سلاح پلاسمایی چیست و چگونه کار می‌کند؟ برای درک سلاح پلاسمایی اول باید بدونیم پلاسما چیه. پلاسما حالت چهارم ماده است. وقتی به گاز انقدر انرژی و گرما بدیم که اتم‌هاش به یون‌ها و الکترون‌های باردار تجزیه بشن، گاز به پلاسما تبدیل میشه. ماده داغ، رسانا و پر از ذرات باردار. در طبیعت هم پلاسما رو میبینیم. برای مثال صاعقه در طوفان رعد و برق یک کانال پلاسمایی درخشان و فوق داغه، یا خورشید که یک کره عظیم از پلاسما است. دمای پلاسما میتونه خیلی بالا بره. مثلا هوای اطراف صاعقه میتونه تا حدود 30,000 درجه سانتیگراد داغ بشه که تقریباً 5 برابر دمای سطح خورشیده. در دنیای علم و نظامی سلاح پلاسمایی ابزاریه که از پلاسما، ماده‌ای فوق داغ و پر از ذرات الکتریکی، برای نابود کردن اهداف استفاده میکنه و برخلاف سلاح‌های معمولی که گلوله یا لیزر شلیک میکنن، این سلاح خود پلاسما رو به کار میبره. حالا سلاح پلاسمایی چطور کار میکنه؟ خب 3 روش اصلی وجود داره. روش اول پرتاب پلاسماییه که با شلیک گلوله ها یا حلقه های از پلاسما و برخورد به هدف اون رو با حرارت شدید و انرژی بالا ذوب یا نابود کنن. تصور کنید یک توده پلاسما به یک تانک یا هواپیما بخوره. مثل اینه که رعد و برق مستقیم بهش برخورد کرده باشه. البته این بیشتر یک مفهوم تئوریه، چون کنترل پلاسما برای شلیک در دنیای واقعی هنوز خیلی سخته. دومین روش تولید میدانهای مخرب الکترومغناطیسیه که مثل پالس EMP به جای شلیک جسم تجهیزات الکترونیکی رو در یک منطقه بزرگ از کار میندازه یا میسوزونه. پلاسما چون پر از ذرات بار داره، با رها شدنش میتونه این موج رو ایجاد کنه و برای سیستم های برقی مثل یک کابوس عمل کنه. و در نهایت سومین روش سلاح حرارتی پلاسماییه که از حرارت شدید پلاسما برای تخریب استفاده میکنه. برای مثال یک پرتو پلاسمایی رو تصور کنید که به یک دیوار بتونی یا زره تانک تابیده بشه
در این صورت میتونه مثل یک مشعل صنعتی فوق‌العاده قوی هر چیزی رو ذوب یا حتی به بخار تبدیل کنه. برای اینکه همچین سلاحی کار کنه باید اول یک تولید کننده پلاسما داشته باشیم که بتونه یک توده پلاسما با انرژی خیلی بالا بسازه. این عمل میتونه با لیزرهای قوی، تخلیه‌های عظیم الکتریکی یا میدانهای مغناطیسی انجام بشه که گاز رو یونیزه کنن. سپس این پلاسمای داغ باید به سمت هدف هدایت و پرتاب بشه. چون پلاسما از ذرات باردار تشکیل شده، بهترین راه هدایتش استفاده از میدانهای مغناطیسی قوی مثل لوله نامرئی مغناطیسیه که پلاسما رو در مسیر مشخص نگه داره. وقتی این توده پلاسما به هدف برخورد کنه، اثرش ترکیبی از ضربه حرارتی و پارس الکترومغناطیسی خواهد بود. یعنی از شدت گرما میتونه فلزات رو ذوب یا حتی تبخیر کنه و در این حال به دلیل موج الکترومغناطیسی همراهش مدارهای الکترونیکی در هدف رو هم میسوزونه. در واقع یک تیر پلاسمایی میتونه همزمان مثل یک انفجار آتشین و یک شوک الکتریکی عمل کنه که برای اهداف مدرن که پر از تجهیزات الکترونیکی هستن بسیار ویرانگره. البته باید گفت ساختن یه همچین سلاحی اصلا آسون نیست و فعلا بیشتر در حد تحقیقات و تئوریه. مهار و کنترل پلاسما کار بسیار پیچیده‌ایه. پلاسما بسیار ناپایداره و تمایل داره سریع پخش یا سرد شده و تبدیل به گاز عادی بشه. برای داشتن یک سلاح پلاسمایی به انرژی عظیمی نیازه. بعضیا میگن چیزی در حد یک راکتور هسته‌ای قابل حمل لازمه تا این نیرو رو تأمین کنه. تازه فرض کنیم بتونیم همچین انرژی هم فراهم کنیم. سرد کردن و حفظ خود دستگاه هم مشکله، چون هر شلیکی گرمای وحشتناکی تولید میکنه که میتونه به تجهیزات سلاح آسیب بزنه. علاوه بر این، هدفگیری دقیق پلاسما سخته. باید میدانهای مغناطیسی خیلی دقیقی ایجاد بشه تا بشه پلاسما رو به سمت هدف مشخصی متمرکز و پرتاب کرد. به دلیل همین چالش ها فعلا هیچ ارتشی سلاح پلاسمایی کارآمدی در اختیار نداره و این فناوری در مرحله آزمایشگاهی مونده. در بخش‌های بعدی می‌بینیم که حتی آمریکا و روسیه هم با وجود سالها تحقیق هنوز موفق نشدن سلاح پلاسما رو عملیاتی کنند. چرا سلاح‌های پلاسمایی خطرناک محسوب میشن؟ با در نظر گرفتن توضیحاتی که داده شد، احتمالاً خودتون میتونید حدس بزنید که اگه روزی سلاح پلاسمایی واقعاً ساخته بشه، چقدر میتونه ترسناک و خطرناک باشه. بیایید خطراتش رو از نظر علمی و نظامی بررسی کنیم. از نظر علمی و فنی، پلاسما یکی از خشن‌ترین حالتهای ماده است. دمای فوق‌العاده بالای پلاسما باعث میشه هر چیزی رو در کسری از ثانیه بسوزونه. همونطور که گفتیم دمای یک صاعقه طبیعی به 10,000 درجه میرسه. حالا تصور کنید یک سلاح بتونه گلوله پلاسمایی با دمای مثلا 100,000 درجه شلیک کنه. چنین گلوله‌ای به هر سطحی برخورد کنه فوراً اون رو ذوب میکنه. فلزات سنگین، بتون یا هر زره محافظ معمولی در برابر چنین حرارتی دوام نمیارن و ساختار مولکولیشون از هم میپاشه. به همین دلیل سلاح پلاسمایی از نظر تئوری میتونه هر مانعی رو تبدیل به بخار کنه. این گرمای شدید علاوه بر تخریب فیزیکی، مقدار زیادی تابش پر انرژی مثل فرابنفش و حتی ایکس هم تولید میکنه که برای انسانها کشنده است. در واقع اگه انسان در معرض شلیک پلاسمایی قرار بگیره، نه تنها از حرارت وحشتناک آسیب میبینه، از جمله سوختگی‌های شدید یا خاکستر شدن، بلکه ممکنه دوز بالایی از پرتوهای مضر هم بهش برسه. پس از نظر علمی، پلاسما یک تیغ دولبه است. هم حرارت میده، هم تشعشع. علاوه بر این، همونطور که گفتیم، هر شلیک پلاسما یک موج شدید الکترومغناطیسی ایجاد میکنه. یعنی تمام وسایل الکترونیکی نزدیک محل برخورد دچار شوک الکتریکی شده و میسوزن. مدارهای کامپیوتری، رادیوها، سیستم‌های مخابراتی و هر چیپ الکترونیکی در محدوده به احتمال زیاد از این موج جان سالم به در نمیبرن.
به طور علمی خطر سلاح پلاسمایی اینه که ترکیبی از یک آتش افزار فوق داغ و یک شوک الکترومغناطیسی گسترده است که همزمان هم به اجسام و دستگاه‌ها و هم به موجودات زنده آسیب میزنه. یک نمونه از محفظه پلاسما که در تحقیقات روسیه برای توسعه سلاح‌های پلاسمایی به کار میره، دستگاهی بزرگ به نام کروت هست. این محفظه استوانه عظیم در شهر نیژنی نووگورود روسیه قرار داره و دانشمندان در اون به تولید و بررسی پلاسما میپردازن. همونطور که اندازه این تجهیزات نشون میده، کار با پلاسما نیازمند دستگاه‌های صنعتی بزرگ و انرژی بسیار بالاست. در چنین محفظه‌های پلاسما ایجاد و کنترل میشه تا اثرات اون مانند گرما و امواج مورد مطالعه قرار بگیره و شاید در آینده برای کاربردهای نظامی مهار بشه. از منظر نظامی، سلاح پلاسمایی یک کابوس برای نیروهای مدافع محسوب میشه، چون دفاع در برابرش بسیار دشوار خواهد بود. مهمترین دلیل این موضوع سرعت و ماهیت این سلاحه. زمانی که یک توده پلاسمای باردار شتاب داده بشه، در واقع یک تیر انرژی شلیک میشه که میتونه با سرعتی بسیار بالا حرکت کنه. در یک آزمایش نظامی در آمریکا، در پروژه مارودر، دانشمندان موفق شدن حلقه های پلاسما رو با سرعتی بسیار بالا نزدیک به سرعت نور شتاب بدن. با توجه به اینکه سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه است، حتی کسری از اون هم سرعتی وحشتناک محسوب میشه که هیچ موشک یا گلوله متعارفی بهش نمیرسه. بنابراین سلاح پلاسمایی میتونه با سرعت چندین ماخ تا نزدیک سرعت نور به سمت هدف حرکت کنه و در این شرایط هدف عملاً زمانی برای واکنش یا فرار نخواهد داشت. سامانه‌های دفاع موشکی کنونی برای رهگیری موشک‌ها و پرتابه‌های فیزیکی طراحی شدند، اما در برابر یک پالس انرژی خالص یا یک توده آتشین پلاسما احتمالاً کارای چندانی نخواهند داشت. برای مثال، سیستم‌های راداری ممکنه نتونن به خوبی یک توده پلاسما رو ردیابی کنن یا حتی اگه موفق به شناساییش هم بشن، نمیتونن یک گلوله آتشین رو در هوا متوقف کنن، مگر اینکه سلاح لیزری یا نوعی سپر انرژی در اختیار داشته باشیم که در حال حاضر چنین فناوری عملی نشده. به همین دلیل گفته میشه که اگه سلاح پلاسمایی ساخته بشه، مقابله باهاش با روش‌های دفاعی فعلی غیر ممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. نکته ترسناک دیگه اینه که سلاح‌های پلاسمایی میتونن از راه دور و بدون جلب توجه حمله کنن. سلاح پلاسما به ویژه در فضا میتونه بدون ایجاد انفجار قابل مشاهده یا شلیک موشک ماهواره‌های دشمن رو از کار بندازه. آزمایش‌های روس‌ها نشون داده که امواج پلاسمایی در فضا میتونن عدسی‌ها و حسگرهای ماهواره‌ها رو کدر و ارتباطات رادیویی و راداری اونها رو مختل کنن. این یعنی اگه یک ابرقدرت چنین سلاحی رو در اختیار داشته باشه، میتونه چشم‌های ماهواره‌های دشمن رو کور کنه یا سیستم‌های هدایت ماهواره‌ای مانند GPS و ارتباطات نظامی رو از کار بندازه، بدون اینکه مستقیما موشکی به سمت ماهواره شلیک کنه. چنین قابلیتی در جنگ مدرن فوق‌العاده تعیین کننده خواهد بود و تا کنون هم دفاع خاصی برای مقابله باهاش طراحی نشده. بنابراین هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی، اگه سلاح پلاسمایی به مرحله مهار و بهره برداری برسه، یکی از مهلک‌ترین و غیر قابل دفاع ترین تسلیحات تاریخ خواهد بود. خبر خوب یا شاید هم بد برای علاقمندان به این فناوری اینه که بشر تا کنون در مهار این هیولا ناکام مانده و هنوز موفق به عملی سازی اون نشده. کدام کشورها سلاح پلاسمایی دارن یا روی اون کار میکنن؟ همونطور که اشاره شد، فعلا هیچ کشوری سلاح پلاسمایی عملیاتی در زرادخانه خودش نداره. تمام پروژه هایی که در این زمینه بوده هنوز به مرحله کاربرد عملیاتی نرسیدن. دلیلش هم مشخصه. چالش‌های فنی بزرگی که در ساخت این سلاح‌ها وجود داره، از جمله مصرف انرژی بسیار بالا، کنترل دشوار، خنک‌سازی و غیره، باعث شده سالها تحقیق هنوز به نتیجه نهایی نرسه. با این حال
چند کشور مطرح دنیا تحقیقات جدی در این زمینه انجام دادن یا حداقل ادعاهایی مطرح کردن. در ادامه نگاهی می‌کنیم به وضعیت آمریکا، روسیه، چین و همینطور وضعیت کلی بقیه کشورها در رابطه با تکنولوژی سلاح پلاسمایی. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت فناوری از دهه 1980 و 1990 میلادی به فکر سلاح‌های انرژی پایه بود. یکی از معروفترین پروژه‌های مرتبط با پلاسما در آمریکا پروژه مارودر بود. این پروژه اوایل دهه 90 در آزمایشگاه نیروی هوایی آمریکا، آزمایشگاه فلیپس در نیومکزیکو انجام می‌شد. و هدفش این بود که حلقه‌های پلاسمایی مغناطیسی شده رو شتاب بده و به عنوان سلاح استفاده کنه. مارودر به طور خلاصه یعنی حلقه شتاب داده شده مغناطیسی برای دستیابی به انرژی و تشعشع فوق‌العاده بالا. در این پروژه از یک بانک خازنی عظیم به نام شیوا استار استفاده می‌کردند که تخلیه الکتریکی بسیار بزرگی ایجاد می‌کرد. شیوا استار یک بانک خازنی عظیم در پایگاه نیروی هوایی آمریکا، نیومکزیکو است که برای تولید و تخلیه پالس‌های الکترومغناطیسی بسیار قوی ساخته شد. از این بانک خازنی در آزمایش‌های فیزیک پلاسما و پروژه‌هایی مثل مارودر برای شتاب دادن به حلقه‌های پلاسمایی استفاده می‌شد. و نامش به دلیل طراحی ستاره شکل خازن‌ها و ارجاع به خدای هندو شیوا، نماد تخریب و آفرینش، انتخاب شده. انرژی شیوا به حدی بود که میتونست یه حلقه پلاسما رو فشرده و با سرعت بسیار زیاد پرتاب کنه. طبق گزارش‌ها سرعتش درصد قابل توجهی از سرعت نور بود. نتایج آزمایش‌ها نشون داد که شلیک چنین حلقه‌های پلاسمایی میتونه انرژی معادل انفجار چندین کیلوگرم TNT آزاد کنه. این تحقیقات در اون زمان بسیار هیجان انگیز بود و در کنفرانس‌های علمی هم ارائه شد. اما از اواسط دهه 90 به بعد پروژه ناگهان در سکوت فرو رفت. یعنی دیگه اطلاعاتی ازش منتشر نشد و احتمالاً متوقف شد. مشخص نیست که ارتش آمریکا این تحقیقات رو مخفیانه ادامه داده یا کاملا کنار گذاشته، اما به صورت رسمی چیزی اعلام نشده. کارشناسان حدس میزنن که با فناوری اون زمان این سلاح عملیاتی نبود و به همین دلیل آمریکا روی سلاح‌های انرژی پایه عملی‌تر مانند لیزرهای پرقدرت و میکروویوهای توان بالا تمرکز کرد. در حال حاضر ارتش آمریکا چندین نمونه سلاح لیزری ضد پهپاد و ضد موشک رو آزمایش یا حتی مستقر کرده. مثلا نیروی دریایی آمریکا یک لیزر 30 کیلوواتی رو در خلیج فارس آزمایش کرده، اما سلاحی که بتونه مستقیما پلاسما شلیک کنه هنوز در حد طرح‌های تحقیقاتی باقی مونده و هیچ نمونه عملیاتی ازش معرفی نشده. روسیه همواره در حوزه فناوری‌های نظامی ادعاهای بزرگی مطرح کرده و روی پروژه‌های پیشرفته کار می‌کنه. در سال 2017 یوری بوریسوف، معاون وقت وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد که این کشور در حال توسعه سلاح‌های لیزری، الکترومغناطیسی و پلاسماییه. هدف از این تحقیقات ساخت تسلیحات نسل جدید با استفاده از فناوری‌های نوین و مواد جدید عنوان شده. روس‌ها حتی ادعا کردند که این سلاح‌ها میتونن در سرعت‌های هایپرسونیک بیش از 5 ماخ عمل کنن. این احتمالاً به این معنیه که میخوان از ویژگی‌های پلاسما در سرعت‌های بسیار بالا مثل آنچه در موشک‌های هایپرسونیک دیده میشه بهره ببرن. در هر حال در حرف روسیه خودش رو به عنوان یکی از پیشگامان این فناوری معرفی کرده، اما از حرف تا عمل فاصله است. پژوهشگران روسیه سالها روی مفاهیم سلاح پلاسمایی مطالعه کردند. یک تیم معروف در مؤسسه IAP آکادمی علوم روسیه به رهبری یوگنی استوپیتسکی تحقیقات جدی روی توپ‌های پلاسمایی فضابرد انجام دادند. جالبه که خودشون در مقالاتشون به همون پروژه مارودر آمریکا در دهه 90 اشاره کردن.
و از نتایج اون الهام گرفتن. اونها یک دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مثل کروت در اختیار دارن که میتونه پارس‌های پلاسما تولید کنه. هدف روس‌ها اینه که این فناوری رو برای جنگ فضایی به کار بگیرن. مثلا در مقالات 2019 و 2020 روس‌ها به صراحت گفته شده که دارن بررسی میکنن چطور میشه از توپ پلاسما به عنوان سلاح ضد ماهواره استفاده کرد. اونا محاسبه کردن که یک شلیک پلاسما در فضا میتونه شفافیت اپتیکی لنزهای ماهواره دشمن رو شدیداً کم کنه، یعنی لنزها رو مات کنه، و همچنین میتونه عملکرد سیستم‌های رادیویی و راداری ماهواره رو مختل کنه. به زبان ساده، روس‌ها میخوان یک پالس پلاسما بفرستن سمت ماهواره دشمن تا اون رو کور و کر کنن. البته خودشون اذعان دارن که این کار ساده نیست. در مقالات علمیشون اشاره کردن که مشکلاتی مثل پراکندگی سریع پلاسما حتی در خلأ نسبی فضا وجود داره که برد مؤثر چنین سلاحی رو محدود میکنه. همچنین دستگاه‌های تولید پلاسما بسیار بزرگ و پرمصرف هستند که انتقالشون به فضا با چالش‌های زیادی مواجهه. با این حال ظاهراً دارن راههایی پیدا میکنن که اندازه این توپ‌های پلاسما رو کوچکتر کنن و بتونن روی پلتفرم‌های مداری نصب کنن که میتونه یک ماهواره نظامی مجهز به سلاح پلاسما باشه که به ماهواره‌های دیگه حمله کنه. تا امروز هیچ گزارش مستندی از آزمایش موفق یک سلاح پلاسمایی عملیاتی توسط روسیه منتشر نشده و بیشتر اطلاعات در حد ادعا و تحقیقات علمی باقی موندن. در جنگ سال 2022 با اوکراین، روسیه یک سلاح لیزری به نام استوپر رو معرفی کرد که برای مقابله با پهپادها طراحی شده بودند. اما این یک سلاح لیزری بود، نه پلاسمایی. به طور کلی روسیه به صورت رسمی اعلام کرده که روی سلاح‌های نسل جدید از جمله تسلیحات پلاسمایی کار میکنه. تحقیقات علمی قابل توجهی هم در این زمینه انجام داده، مخصوصا برای کاربردهای ضد ماهواره، اما تاکنون هیچ سلاحی که در میدان نبرد آزمایش شده باشه معرفی نکرده. چین چین هم مانند آمریکا و روسیه به شدت به سلاح‌های انرژی پایه علاقه‌منده، هرچند بیشتر اخبار رسمی از چین در زمینه لیزر و میکروویو منتشر میشه تا پلاسما. اما این به این معنا نیست که چین از پلاسما غافل شده باشه. برعکس، پژوهشگران چینی ایده‌های جالبی در این زمینه مطرح کردن. یکی از این ایده‌های جالب که اخیراً سر و صدا کرده چیزیه که رسانه‌ها بهش تفنگ نیرو یا فورس گان میگن. در سال 2023 تیمی از دانشگاه ملی فناوری دفاعی چین یعنی NUDT ادعا کردند که دستگاهی ساختن که قادر حلقه‌های پلاسمای داغ و پر انرژی رو شلیک کنه. این حلقه‌ها خاصیت مغناطیسی دارن و زمانی که از لوله تفنگ خارج میشن قادر به وارد کردن نیرو به اجسام در فاصله‌های دور هستن. این اثر شبیه به همون نیرو در فیلم جنگ ستارگانه که برای حرکت دادن اجسام بدون تماس مستقیم استفاده میشه. جزئیات فنی زیادی منتشر نشده، اما گفته شده که این سلاح میتونه در هر ثانیه 8 حلقه پلاسما شلیک کنه و سرعت هر حلقه حدود 10,000 متر بر ثانیه باشه که معادل 20 برابر سرعت صوت. حلقه های پلاسما با یک جریان الکتریکی همراهند که یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنن و این میدان همراه با خود حلقه حرکت میکنه. به این معنا که میدان مغناطیسی و پلاسما میتونن تا فاصله حدود 1 کیلومتری اثرگذار باشن. به عبارت دیگه چینی‌ها ادعا میکنن که این تفنگ نیرو میتونه از فاصله دور بدون تماس مستقیم به اجسام نیرو وارد کنه. کاربرد اصلی این سلاح احتمالاً در جنگ‌های فضایی مانند مختل کردن عملکرد ماهواره‌ها یا فضاپیماهای دشمن. این سلاح با استفاده از حلقه‌های پلاسما میتونه مدار ماهواره‌ها رو تغییر بده یا حتی اونها رو با هم برخورد بده. اگرچه این ایده به نظر علمی تخیلی میاد، اما به طور رسمی در یک ژورنال چینی منتشر شده و نشون میده که چین به طور جدی به توسعه این فناوری پرداخته. این سلاح بیشتر به عنوان ابزاری برای جنگ فضایی یا حتی یک تراکتور فضایی مطرحه.
نه سلاحی کلاسیک که به طور معمول برای انفجار استفاده بشه. این نشون میده که چین به طور جدی در حال بررسی استفاده از پلاسما در جنگ‌های فضاییه. به غیر از این مورد، چین تمرکز زیادی روی لیزرهای جنگی و مایکروویوهای پرفشار داره که اونا هم جزو سلاح‌های انرژی پایه هستن. مثلا چین یک سری سلاح لیزری ضد پهپاد و ضد ماهواره ساخته یا در دست توسعه داره که گفته میشه تونستن مدت طولانی شلیک کنن بدون اینکه داغ بشن. یا ادعا کرده یک لیزر جدید ساخته که میتونه بی وقفه شلیک کنه. این سلاح‌ها هرچند لیزری هستن ولی از نظر استراتژیک مشابه سلاح‌های پلاسمایی به حساب میان، چون هیچ گونه نیاز به مهمات فیزیکی ندارن و با انرژی کار میکنن. درباره سلاح‌های پلاسمایی اختصاصی چین هنوز هیچ گونه اعلام رسمی نداشته که احتمالاً به دلیل ماهیت سری تحقیقات نظامی است. با این حال پژوهش‌های دانشگاهی مانند تفنگ نیرو و اختراعات ثبت شده، برای مثال پتنت توپ پلاسمایی که چند سال پیش خبرش منتشر شد، نشون میدن که چین به این فناوری به عنوان بخشی از آینده جنگ نگاه میکنه. علاوه بر این، چین در حال توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این فناوریه، از جمله راکتورهای همجوشی آزمایشی و جنراتورهای مگنتو هیدرودینامیکی برای تأمین برق پارس‌های شدید. سایر کشورها. در مورد کشورهای دیگه به طور مستقیم کمتر اسم سلاح پلاسما رو میشنویم، ولی چند تا نکته وجود داره. بیشتر کشورهای پیشرفته روی سلاح‌های انرژی هدایت شده یعنی DEW کار میکنن که شامل لیزرها و مایکروویوهای پرقدرته. کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، آلمان، اسرائیل و حتی هند برنامه‌های فعالی در توسعه سلاح‌های لیزری دارن، به ویژه برای پدافند هوایی علیه پهپادها و موشک‌ها. این فناوری‌ها مستقیما سلاح پلاسمایی محسوب نمیشن، اما از نظر اصول عملکرد مشابه‌اند. تا امروز هیچ یک از کشورها ادعای رسمی درباره توسعه سلاح پلاسمایی نداشتن. حتی در برخی موارد کشورهایی که ادعای بزرگی مطرح کردن در واقع به سلاح‌های لیزری اشاره داشتن. مثلا ترکیه مدعی شده که در لیبی از یک سلاح انرژی هدایت شده به نام آلکا استفاده کرده، اما این سیستم در حقیقت ترکیبی از لیزر و مایکروویوه. ایران هم در سالهای اخیر از پیشرفت‌هایی در زمینه سلاح‌های لیزری خبر داده، از جمله اینکه اعلام شده که یک سامانه دفاع هوایی لیزری ساختن یا به فناوری انحراف پرتو لیزر دست یافتن. همچنین ایران در زمینه سلاح‌های الکترومغناطیسی یعنی EMP هم تحقیقاتی داشته و برخی گزارش‌ها به آزمایش بمب EMP غیر هسته‌ای اشاره کردند، اما تاکنون هیچ مدل عملیاتی یا تست میدانی تایید شده‌ای از این ادعاها منتشر نشده. بنابراین بجز آمریکا، روسیه و چین که تحقیقات سلاح‌های پلاسمایی در اونها مطرح شده، سایر کشورها فعلا روی لیزر و سامانه‌های الکترومغناطیسی متمرکز هستند و چیزی تحت عنوان سلاح پلاسمایی عملیاتی به صورت علنی مطرح نکردند. در مجموع باید گفت توسعه سلاح پلاسمایی یک مسابقه مخفی بین چند ابرقدرته که هنوز به خط پایان نرسیده. آمریکا، روسیه و چین هر کدوم در بخش‌هایی از این مسیر جلو رفتن، اما هنوز هیچ کسی نتونسته یک سلاح پلاسما رو در میدان نبرد به نمایش بذاره. ایران در این میان بیشتر در زمینه سلاح‌های انرژی پایه مثل لیزر و EMP مطرح شده و هیچ نشانه‌ای از توسعه سلاح پلاسمایی دیده نمیشه. شاید در آینده دور ایران هم بتونه وارد این حیطه بشه، اما در حال حاضر حتی قدرت‌های بزرگ هم در مرحله آزمایشگاهی گیر کردن و سلاح پلاسمایی آماده جنگ ندارن. کاربردهای احتمالی سلاح پلاسمایی چیست؟ یکی از اصلی ترین کاربردهای سلاح پلاسمایی میتونه استفاده به عنوان یک سلاح تهاجمی برای هدف قرار دادن تجهیزات سخت باشه. در تئوری
یک تفنگ یا توپ پلاسمایی میتونه به عنوان یک سلاح ضد تانک، ضد سنگر یا ضد هوایی عمل کنه. اگه یک پرتابه پلاسمایی به سطح یک تانک برخورد کنه، دمای بالاش ممکنه زره رو تخریب کنه و اگه شدت انرژی کافی باشه میتونه برخی از تجهیزات الکترونیکی داخل تانک رو هم مختل کنه. با این حال یکی از چالش‌های عملی این نوع سلاح حفظ پایداری پلاسما در مسیر حرکتش هست، چون پلاسما ذاتاً ناپایدار بوده و در محیط باز به سرعت از بین میره. در صورتی که این فناوری تحقق پیدا کنه، احتمالاً برخورد مستقیم پرتابه پلاسمایی میتونه مرگبار باشه. بسته به دمای پلاسما و نحوه انتقال اون، این سلاح میتونه باعث سوختگی شدید، آسیب‌های ناشی از شوک حرارتی و حتی تأثیرات الکتریکی بشه. با این حال، جزئیات دقیق این تأثیرات بستگی به نوع و روش شلیک پلاسما خواهد داشت. یکی دیگه از مواردی که درباره سلاح‌های پلاسمایی مطرح شده، توانایی اونها در ایجاد اختلال الکترومغناطیسیه. برخی از انواع پلاسماهای خاص میتونن پارس‌های الکترومغناطیسی تولید کنن که ممکنه باعث اختلال در سیستم‌های الکترونیکی دشمن بشه. اما این مسئله بستگی به نوع فناوری مورد استفاده داره و در حال حاضر نمونه عملیاتی از چنین سلاحی وجود نداره. جالبه بدونید که پلاسما میتونه کاربردهای دفاعی هم داشته باشه. یکی از ایده های مطرح در این حوزه ساخت سامانه های پدافندی پلاسماییه. تصور کنید که یک راکت یا موشک دشمن به سمت شما در حرکته. یک سامانه پدافندی مبتنی بر پلاسما میتونه با شلیک یک پالس پلاسمایی موشک رو در هوا منهدم یا از مسیر منحرف کنه. در واقع پلاسما میتونه مانند یک سپر دفاعی یا یک گلوله رهگیر عمل کنه و اگه در مسیر پرتابه دشمن قرار بگیره، به دلیل انرژی بالای خود اون رو از بین میبره. حتی ایده سپر پلاسمایی نیز مطرح شده که به جای شلیک پلاسما، یک حباب پلاسمایی در اطراف یک هدف مانند یک تانک یا یک پایگاه نظامی ایجاد میکنه. این حباب پلاسمایی مانند یک میدان نیرو عمل کرده و انرژی حملات ورودی از جمله موج انفجار یا پرتاب لیزر دشمن رو جذب و خنثی میکنه. این ایده هنوز در حد نظریه است، اما ظاهراً دانشمندان نظامی چین روی اون کار میکنن تا امکان ساخت یک سپر انرژی مشابه آنچه در فیلم‌های علمی تخیلی دیدیم رو بررسی کنن. اگه این فناوری عملی بشه، سلاح‌های پلاسمایی دیگه تنها یک ابزار تهاجمی نخواهند بود، بلکه میتونن به عنوان یک سامانه دفاعی قدرتمند هم به کار گرفته بشن. همه کاربردهای سلاح به کشتار ختم نمیشه. بعضی وقتا هدف از کار انداختن تجهیزات دشمن بدون ایجاد تلفات جانی زیاده. در این زمینه هم پلاسما میتونه مفید باشه. مثلا تصور کنید در یک سناریوی جنگ الکترونیک به جای بمب EMP هسته‌ای که انفجار اتمی داره، از یک ژنراتور پلاسمایی قابل حمل استفاده بشه که امواج الکترومغناطیسی قوی تولید کنه. این امواج میتونن به صورت غیر کشنده خودروها رو متوقف کنن، شبکه برق یا رادار دشمن رو مختل کنن یا ارتباطات رو قطع کنن بدون اینکه مستقیما کسی رو بکشن. چنین سلاحی برای درگیری‌های شهری یا سناریوهای پلیسی هم میتونه به کار بیاد که مردم عادی آسیب نبینن ولی تجهیزات خراب بشه. البته واقعیت اینه که یک EMP قوی احتمالاً به انسان‌ها هم آسیب میزنه، ولی نه مثل انفجار. به هر حال پارس‌های پلاسما میتونن مثل شوک غیر کشنده استفاده بشن تا تانک‌ها رو خاموش کنن یا هواپیماهای بدون سرنشین رو منهدم کنن بدون اینکه مثل بمباران همه چیز رو نابود کنن. یکی از تخصصی ترین کاربردهای سلاح‌های پلاسمایی در حوزه هوا فضا خواهد بود، همونطور که پیشتر اشاره شد. در مدار زمین استفاده از سلاح‌های متعارف مانند موشک یا گلوله با محدودیت‌های زیادی مواجهه. اما یک سلاح پلاسما میتونه بدون ایجاد انفجار به طور مخفیانه به ماهواره‌های دیگه حمله کنه.
روسیه در حال تحقیق روی امکان نصب توپ‌های پلاسمایی بر روی ماهواره‌های نظامی تا در شرایط لزوم بتونن علیه ماهواره‌های دشمن به کار گرفته بشن. پالس پلاسمایی در فضا ممکنه باعث انفجار بدنه ماهواره هدف نشه، اما میتونه تجهیزات اپتیکی اون رو از کار بندازه و سیستم‌های ارتباطیش رو مختل کنه. به این ترتیب چنین سلاحی قادر خواهد بود یک ماهواره جاسوسی رو کور کنه یا یک ماهواره ارتباطی رو به یک تکه غیر قابل استفاده تبدیل کنه. اهمیت این فناوری در اینه که رقابت فضایی میان کشورها شدت گرفته و دولت‌ها به دنبال راه‌هایی برای مختل کردن قابلیت‌های فضایی یکدیگر هستند. سلاح پلاسمایی در این نوع جنگ یک گزینه جذاب محسوب میشه، چون برخلاف سلاح‌های انفجاری زباله فضایی چندانی ایجاد نمی‌کنه و شناسایی منبع حمله هم دشوار میشه، چرا که فاقد انفجار مشهود خواهد بود. در رابطه با کاربردهای علمی و صنعتی هم جالبه که بدونیم فناوری پلاسما همکنون در بسیاری از صنایع و علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان مثال در صنعت فلزکاری برش دهنده های پلاسما وجود دارن که با ایجاد قوس پلاسمایی فلزات رو برش میدن و دمایی حدود 30,000 درجه سلسیوس ایجاد میکنن. در حوزه فضانوردی موتورهای پلاسمایی یونی برای پیشرانش ماهواره‌ها به کار میرن. این موتورها با شتاب دادن به یونها فضاپیما رو حرکت میدن، هرچند که قدرتشون برای حرکت‌های سریع محدوده و بیشتر برای انجام کارهای ظریف استفاده میشن. در زمینه علوم انرژی هم راکتورهای همجوشی مانند توکامک‌ها پلاسمای داغ رو محبوس میکنن تا به امید تولید برق پاک ازش بهره برداری کنن. این مثال ها نشون میده که پلاسما یک حوزه فعال و پویا در تحقیقاته. پیشرفت در هر یک از این حوزه ها مثل توسعه ژنراتورهای جمع و جورتر یا تکنیک های بهتر کنترل پلاسما میتونه در نهایت به تحقق سلاح‌های پلاسمایی کمک کنه. همچنین ممکنه برخی از تکنیک هایی که در صنعت به کار میرن در آینده به عرصه نظامی وارد بشن. به عنوان نمونه تکنیک های مانند پایداری جریان پلاسما یا خنک کردن اون مسائلی هستند که نه تنها برای ارتش بلکه برای دانشمندان حوزه انرژی هم اهمیت دارن. در نهایت سلاح پلاسمایی یه شمشیر دولبه در افق فناوری نظامی آینده است. از یک طرف پتانسیلش واقعاً هولناکه، تخریب در حد سلاح‌های هسته‌ای کوچیک بدون تشعشعات بلند مدت، سرعت و دقت در حد سلاح‌های لیزری و اثرات ترکیبی منحصر به فرد که مقابله باهاش سخته. از طرف دیگه عملی کردنش به قدری چالش برانگیزه که هنوز هیچ کشوری نتونسته بهش دست پیدا کنه. همونطور که دیدیم در حال حاضر ادعای ساخت سلاح پلاسمایی توسط ایران بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و پشتوانه عملی نداره. حتی قدرت‌های بزرگ هم هنوز در مرحله آزمایش و توسعه این فناوری هستن و تمرکز اصلیشون روی سلاح‌های لیزری و الکترومغناطیسیه که در حال حاضر کاربردی ترن. با این حال پیشرفت فناوری متوقف نمیشه. شاید در یکی دو دهه آینده با توسعه منابع انرژی قدرتمند و قابل حمل دوباره سلاح‌های پلاسمایی به عنوان یک گزینه جدی مطرح بشن. اگه چنین روزی فرا برسه امیدواریم که این فناوری به جای تشدید رقابت‌های تسلیحاتی نقش بازدارنده و صلح آمیز داشته باشه، چرا که در صورت عملیاتی شدن چنین سلاح‌هایی احتمالاً هیچ سیستم دفاعی قادر به مقابله باشون نخواهد بود. ممنون که تا اینجا در مارس ویتا همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره تا محتوای بیشتری براتون آماده کنیم. نظراتتون رو هم حتما در کامنت ها برامون بنویسید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.